اوهو خوشبوی همسایه ها رو با مزه چشک دعوت کن. خوب شد است دادا جان. سخی در هر دو عالم سربلند است، بخیل را در مثل هم گور تنگ است. درست. معده تنگ به یک نان تهی پر گردد، نعمتی روی جهان پر نکند دیده تنگ. نیکی کژدم نه از رهی کین است، اقتضای طبیعتش این است. آفرین آفرین آفرین. آفرین. ریمکه وابای قصه همین گلیمتون رو با ما یک حکایه میکردیم. راست میگوید. این گلیم را زمان مادر کلانم و مادر کلانش و مادر کلانش گلندام گلیم باف بافته است. گلندام از ایام کودکی برای قصر حاکم گلیم ها می بافته است. وقتی که وی گلیم بهترینش را بافته به انجام می رساند، ناخواست چشمانش نابینا می شوند. گلندام خواهش می کند که او را نزد دستگاه گلیم بافی برند و از همان وقت سر کرده انا برای بافتن همین گلیم شروع می کند و تا آخر عمر آن را می بافد. گلندام گلیم باف پیش از مرگ به فرزندانش چنین وصیت می کند: جگربندانم، این گلیم را احتیاط کنید، زیرا انگشتان من در روی آن سخنان معجزه‌ناک نوشتند. فرزندانم، این گلیم را احتیاط کنید، انگشتانم روی آن سخنهای سحرناک نوشتند. و روز می رسد که شخصی خردمندترین عالم این نوشته ها را خوانده و عالمیان راه بخت و سعادت را نشان می دهد. انا همین طور ما اولاد به اولاد این گلیم را همچون گوهرک چشم حفظ می‌کنیم. انا آمد. ها مولا رحیم، تو خودت را همیشه به من صادق نشان میدادی و گویا که چیزی را از من پنهان نمی کردی. معلوم می شود که همه این در سخن بوده است. ها؟ من مقصدتون را نفهمیدم خوجین. گلیمت بوده است. برای چی گلیمت را پنهان داشتی؟ این گلیمی من است. این که این دختر من. گلیمت را فروش قیمت میخرم. هیچگاه نمیفروشم. پیچانه نمیدهم، گفتم نمیدهم. حیات خلال نرسون. مادام که خوجاین گفتن حاجت گپ نیست. تو چندان بچه‌ای بی عقل نبوده ای؟ ها خوجاین، کم ترکک عقل دارم. خوجین، آخر شما زمین دارید، آب دارید، غله دارید، حال و مال دارید. دارم، لیکن این خیل گلیم ندارم. در شب خوابتان هم نمیبینید. داره دیستید خوجاین، شمایان آواره نشوید. من خودم وای سرکش رو گرفتم میارم. حاضر.
خوجین من گلیم را نمی فروشم. آها حالا همین طور دیگر به او آب و نان ندهید. رحیم تو بیهوده یک روی کردی، غضبی خوجین را آوردی، رزق و روزیت را پیش پا زدی. اکنون زندگیت دشوار بشود. ولی از قربای بخشش نپرس. آخر چرا همه چیزی خوب و نادیر برای قربای ها باشد؟ من بر روحی گذشتگانم ننگ نمی آورم. خوب خیر، اکنون خانه به خانه رویم هم می شود. خوش آمدید دوستان. سلامت باشید. سلامت باشید. امک زیغ نشوید. تا روزی که من هستم این گلیم رو کسی از دست شما نمیگیرد. خیر من رفتم. خیر. الها مشکل های زندگی هرگز تو را ناامید نکنند. دادا جانی شیرینم، دادا جانی قندینم، دادا جانی شکرم، دادا جانی اصلم. غم رو از دل دور کنه، خوابی به حضور کنه. بله بچه. رس 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 رس. بله بچه. بله. تو خاک آب و گندمی مرا دزدیدی. خدا نگاه دارد خوجین، من یگان چیزی شما رو ندزدیدم. دادا جون، دادا جون. اکنون دخترت کنیزی در خانه من می شود. دخترم گریز گریز گریز. به عوض دزدی و غارت مال و ملک من گلیمت را میگیرم.
ای بدبختی ای رحیم بیچاره، بدبختی رحیم بیچاره. یک گوریست نوکرانم همه ای ثروتمندانی از من بایتر را به مهمانی دعوت نمایه دوستی جانیم سربای جادوگر را زیاد نبرارد بگذار آنها ببینن که من چگونه گلیم سحرناک دارم دادا جون دادا سرده برو سربای شما اینقدر پرخور بوده اید که این استخوان‌های خورده ای شما مثل من آره شد که قربای قربای شما گوش را با استخوانش میخوردید جناب خوزی این مردم گمراه مرا کشتنی‌اند برای چی؟ برای اون که سگم را در قبرستان آدمان گراندم برای چی این کارو کردی؟ سگ پیش از مردنش به زبان آمد چی؟ چی گفتی؟ سگ به زبان آمد؟ گپ زد؟ گپ زد و حتی گریه کرد خوب وای چی ها گفت؟ همین که مردم مرا شسته به کفن انداز و برده به قبرستان آدمان گور کن گفت دیگر هیچ چیز نگفت؟
با جناب قاضی 100 تنگه خیریه کن گفت. من قایل. تمام عمر خدمت در خانه قرابای را بجا آورد، زیرا من از آن خاندان نان و نمک بسیار خوردم گفت. شکر. سخاوت جناب قرابای نه تنها به آدمان بلکه به حیوان ها هم رسیده است. خیر، تو با من چه خدمت کرده میتوانی؟ هر چی که تقصیر بفرمایند. خوش، یگان کرامت کن که ما را به حیرت مانانی. اگر یگان تای شما حاضر به من 1000 تنگه دهد، من بعد از یک چند دقیقه برمیگردونم. شنیدی؟ 1000 تنگه. خیستی که خوبت. ما بگیر 1000 تنگه. تشکر. جنابان، اگر یگان کسی شما ریشش رو به من فروشد، من میخرم. چی؟ مگر خواهشمندان نیستند؟ گرچندی که من کمریشم. نه، شما کمریش نه، شما کسه. گرچندی که من کمریشم، ریشم رو نفروشم. شرط همین. با ریش هر چی خواهم میکنم. من راضی، لیکن اول شرطنامه میبندیم. جناب قاضی، شرطنامه ترتیب دادم، مهر گذارید. شرطنامه چنین ترتیب داده شد. خریدار به 1000 تنگه ریش خریده، به آن هر کار را مناسب داند میکند. فروشنده ریش آن تنگه ها را هر طور خواهد صرف میکند. طرفین شرطنامه را تا آخر رعایت میکنند. امضاهایتان را گذارید. انگشتان را ترک کنید. آن همینطور. مرحمت. شما انگشت را ترک کنید. آفرین. روید. بیا. ما تیرا بگیر، ریشی برا بیتراش و با اون هر کاری که میخوایی بکن. نه
تو چی نام کلی بکنی؟ من با ریشی شما شرط بسته بودم نه با یک چندان موی آن چی نام کلی بکنی؟ شرطمون این خیلی نبود کو چی؟ شما گمان کردید که من 1000 تنگه رو به شما همین خیل مفت میدیم نه نباشد من راضی نیستم جناب قاضی او خودتون حکم کنید او شرطتون همین است و من اون رو دیگر کرده نمیتوانم. درست ها رو دیگر کرده ممکن نامردی نشود. پس 1000 تنگه تو به من لازم نیست من ریشم رو نمیفروشم نه در شرطنامه گفته شده است که ما اون رو تا آخر باید رعایت کنیم دیگر کرده ممکن نیست ببخشید من هنوز احمق نشدم اگر احمق نشده باشه بالای این 1000 تنگه باز 1000 تنگه دیگر اضافه کنید وگرنه از سرتان محروم میشوید عاقلانه. مادام که همتون مقابل من هستید من دیگر چیکار کنم ما 1000 تنگه دیگر سر را جناب قاضی انا این 100 تنگه صدقه سری 100 مرحمت آفرین. جناب سربار انا این 1010 تنگه نصیب شما بچه بلا بوده تشکر خیر من به خدمت میارزم میارزی آفرین
қарабой дӯстам, росташро гӯй. Ту барои чӣ ба хонаат моро даъват намудӣ? молу сарвати баъзеатон аз сарвати ман дида зиёдтар аст. вале ман ганҷе дорам ки ягон кас дар ягон гӯшаи дунё надорад. ҳатто ягонтаи шумо дар шаби хобатон ҳам надидаед. آن چگونه گنج است؟ марҳамат, нигоҳ кунед, чашматонро об диҳед, қоил шавед, мафтун гардед. تو با ما چی را نشان میدهی؟ چکمن کولا جانده қарабой, ман ҳазилкаш будани туро хуб медонам, аммо ту ба мо чиро нишон медиҳӣ? یا تو ما رو مسخره کردن میخواهی؟ لعنتی رحیمی سگ، تو کاری کرده‌ات را کردی، اما دخترت گلیم مرا از من پنهان کرد. من او را قپیده پیش سگان آدم خور میپرتایم. زمان تو به من یاردم میدی. این شالچه لعنتی را برده به چهار راه پرتا، بگذار همه از بالایش گذرند. البته با چشم خوجه، با چشم. қарабой, вай чӣ хел гилем будааст? گلیمی سحرناک، وی 1001 نقش و نگار دارد. زیبایی و جلای رنگهایش چشمان سویستد، عقل و هوش را هم میبرد. گلیم سحرناک؟ راست میگویی؟ با جستجوی گلیم سحرناک. صدق الله. عجينة نشقة 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 نشقة
انا وای کنی خس تو لعنتی چرا گیلم سرناک رو دوست دیدی؟ گلم رو بانده دوست داری متهم گیلم سرناک رو این شوچه خودم او این شلچه کونه بود از کو تو لعنتی ای مسکینان تماشا کنید هنوز فهمید که من بعد اگر کسی چیزی مرا از خود کند احوالش از این هم بدتر می شود. تقصیر ما از ویران کردن حوله دیگر همیشه غنیمت می‌روندیم. اینجا با جای سنگ و سنگریزه حتی خاک سیاه هم نیافته. ها تقصیر چرا این قدر فریادی جون خراش برآوردی؟ زمین و زمان رو به لرزه در آوردی. تو در کجا بودی؟ من در سر چهارراه. چی؟ آوازی من تا چهارراه رسید؟ از همانجا هم گذشت. مردم چی ها گفتن؟ این چی بلا چی دهشت چی رعد و برق میگفتن. رعد و برق؟ آوازی من همین قدر جاذبه‌ناک است؟ جاذبه‌ناک نه دهشتناک. دهشتناک؟ بعد مردم چیکار کردن؟ کسی به قفا نگاه نکرده زود به خانه ها در آمدن. در و دریچه‌شان را قلف کردن. لیکن این رفتار رحیمی سگ به همه عبرت شد. اکنون 1000 سال گذرد هم کسی به چشم من نگاه کرده نمیتواند. تقصیر برای شما 1000 سال نه از همین روز نگاه نمیکنن. ها حاضر هم و من بد هم. حاضر و بعد هم نگاه نمیکنن تماما. این چی؟ این تقصیر همون شالچه؟ چرا تو این شالچه لعنتی را برداشته گشته ای؟ به چهارراه برده بودم. باز به چهارراه دیگر میبرم تقصیر. از بالاش آدمی بسیار گذشت؟ بسیار گذشت. همین قدر گذشت تقصیر. همه جا شکاف شد تقصیر. هر تا اینجا من پایم تازه کنم. تقصیر این چکین شده است. تگی پایتون چکین میشود. آدم چنان بسیار گذشتگی چند تقصیر. تماما تگی کفشتون چکین میشود. تو بیگاه نزد من بیا. لطیفه های نو بیار وقتی مرا چاق کن. با چشم من نصیب باشد تمام هنرم رو نشان میدیم. برک الله. رفتم. الله مدینه تو یلشقه خودی سر بویانکا خودی برو مسخ الله مدینه تو یلشقه حیات تو چرا اینجا نشسته ای؟ خیز زودتر از اینجا گریز. اگر آدمان قربای تو رو دستگیر کنن و پیش سگانی آدم خور میپرتاین. من به کجا میگریزم وقت تو پدرم در زندان است؟ برای نجات وی از دست تو یگان کار نمیآید. بهترش جان خودت را رها کن.
چی وای همین در زندان موندن گیره من خودم او رو نجات میدهم. ما تو انگلیم رو گیرو زودتر از اینجا گریز. انا زمان تو رفیق خوب هستی. وسق الله وجینة یشرک. حیات نگاه کن. این گلیم در حقیقت هم سیرناب بوده است. در این سیر و اسرارهای بسیار پنهان است. من یافتم چی رو؟ روح مقصدم رو. یعنی؟ سیر دنیا میکنم. شخص عاقل‌ترین رو پیدا نموده. با یاری او سیر و اسرار گلیم رو آشکار میسازم. همین که آشکار ساختی زود به قشلاق برگرد و همش رو با من نقل کن. میلش؟ میلش. شما حق ندارید. انصاف و یک دختر مشت پر زوری میکنه. خودی انا تو چه خدمتگار بوده ای؟ به جای آن که سفارش کربای رو اجرا کنی به همین گدو دختر یاری میرسونی ها؟ چخیل یاری، من این دختر رو کوفته این گلیم رو از دستش گرفته نزدیک خوجه بردنی بودم. شما آمده خلال رساندید. حالا ایست من رفته همش رو به کربای نقل میکنم. اکنون به گلیم چیکار میکنم؟ با کجا میروم؟ رفته همان شخص رو پیدا کن. اگر در حقیقت آدمی عاقل باشد به گلیم هم مقصدت رو میفهمد و به تو مدد میرساند. مهگیر. وسق الله وجینة یشرک. رسمانی علوچه کاسه سفال هشمی گرگ دندان شغال. وسق الله یشرک. مشکل اما آن شخصانی که تاریخ پیدایش گلیم را خوب میدانند زود به اینجا حاضر کنید. شنیدید؟ اکثریت آنهایی که تاریخ پیدایش گلیم را خوب میدانستند کیها از دنیا به نصیب رفتند. زنده ها همگی 6 نفرند. حاضر کنید. آخر ما آن آدم ها را ندیده نمیدانیم نمیشناسیم. آنها را کی میداند؟ تقصیر آنها برای چی لازمند؟ برای عملی گشتن مقصد. به اشتراک آنها تلیسم کشاده نمی شود. اشتراک آنها باز یگان زیان نآورد.
برعکس همه آنها صاحب مال و حال می شوند. агар ин тавр бошад ман онҳоро меорам. اگر تو آنها را پیدا کنی من از سرت طلا می پاشم. хуб ман рафтам. رو از خفایش. صاحب آخرین گلیم کی بود؟ صاحب آخرین گلیم رحیمی سگ بود که من او را به زندان زیر زمینی پرتافتم. سلامتیش چطور است؟ سلامتیش خوب است. زود زود از هوش می رود. آب خورده نمی تواند. امروز یا پگام می میرد. حبیب زود به نزد وی رو. اگر وی میرد تو هم میمیری. راست شمایان هم. یا توبه. تو هم میمیری. بعد رحمت دادر قربای به زمان گفت زمان جان همین راستی گفه گوی همین من با چمپون می ارزم بعد زمان گردی قربای چه زده گفتی شما با 200 تنگه می ارزد و خلاص تو چی؟ زینی شدی می؟ یا خودی کمربندی من 200 تنگه ارزش دارم من هم همون کمربندتون رو در نظر دارم نباشد خودی شما رو با 1 تنگه هم نمیگیرم ой не ана ин ой истед инҳо меҳмонони олиқадри худи қарабой ҳастанд. اگر رود و به من میسر شود که سیر و اسرار این گلیم را آشکار سازم آن وقت چی آرزوی داشته باشد جامعه عمل میپوشد؟ اگر من قصر طلایی خواهم چی؟ میشود؟ تقصیر اگر من هم خواهشی همه آدمان اجرا میشود. دوستم به فکرم غم همه رو خوردن شرط نیست. من غم همه را نه تنها غمی خودمان را میخورم. غمی آنهایی را میخورم که شاهد این معجزه‌اند. تقصیر یعنی غمی وی نوکران و وی بچه رو هم آنها حالا به ما لازمند. لیکن اول غمی ما رو میخوریم چون که سببگار همه این حادثه ها من میباشم. اول معما را حل کردن لازم. فرمان اجرا شد. ҳоло ҳамин 2 нафарро овардем. ابله دیگران کنی. اینها 2 نفر؟ رحیم او رحیم 3 نفر. او دختری رحیم چو؟ واقعا دختر رحیم کجاست؟ آن دختر همراه انمی خدمتگار شما بود. این فیسلوک باید دلبرداری میکرد. اول مسئله ما رو بینید بعد کارهای دیگر را حل میکنید. مسئله شما بد، مسئله شما هیچ کجا نمیگریزد. حتی در پیش همان سیاه پیچمر حضرت سربای را به انصاف گفت. حالا همین طور
همین طور. خوش گیلم رو کی و در کجا دیده بودید؟ این گلیمی رحیم است. وای گلیم رحیم بود. باری اول گیلم رو کی دیده بودید؟ دین بگاهی همراهتان باز کی بود؟ همراهمان باز وای سیدعلی. وای در کجاست؟ نمیدونیم. اینها را به نزد رحیم برید. زدا بریم یا هم تو. نموران شد. بله. آه زمان تو رو با پندو فریم آوردی. لعنت به تو زمان. من لعنتی دختری رحیم به سفری دور و دراز برآمده است. تا وی بر نگردد کار یک قدمم پیش نمی رود. اگر شما در کجا بودن او را دانید من حاضر به آنجا آدم میفرستم. جایش معلوم نیست. سیدعلی را زود یافته آوردن در کار. وای هم از اینجا رفتگی. چی؟ کاسه آبتون به کجا رفتن سیدعلی رو نمیدوند؟ هفته فهم گفتم که نمیداند. افسوس. برای یافته آوردن عمک سیدعلی 1000 تنگه طلا لازم. کنی؟ که این مقدار طلا میدهد؟ حلیم باید دیاد پولی وای بسیار. ایها من الکی 1000 تنگه دادم. آن تنگه ها طلا نبودند. من دیگر یک تینی پوچک هم نمیدیم. پس تو از دوره ما آزاد. آزاد. السلام. من شوخی کردم. خیر 1000 باشد 1010. من خیر گیر زاریت نچود. خیر من رفتم. رفت. محبوسان را آورده. به زندان. من اینجا. شما جواب. دقت شما با بالا تو باشی با آنجا. با کجا؟ گفتم که با پسی خرسنگ شما باشید. بها آن آنجا همه جا بجا. آهان همه خیلی سرخ شدن است در کار.
ана ҳалимбой амак аз пасаш меравем. хуб рафтем. шумо ҳаминҷо пинҳон шавед, ман худам равам. майлаш. майлаш بلا شد بر سر من تو برادر من بلا شد بر سر من فریب کرد مرا باب کرد جان من در عذاب کرد الهیم چشمش کور شود الهیم آشش شور شود ассалому алайкум. تمام بلاها در یک وقت به سر انسان می آید میگویند راست بوده است. از اول روز روی نامبارکی تو را میبینم که تقدیرم از ازل همین بوده است. همه مرا فریب میدهند، مسخره میسازند، غارت میکنند. حتی تو فیسلوک هم 1000 تنگه مرا از دستم زده کشیده گرفتی. боз кадом беинсоф шуморо хафа кардааст? برادرم، برادری جانیم، از یک پدر، از یک مادر، از یک شکم. агар бародаратон ҳақиқатан шуморо хафа карда бошад, пас ӯ танҳо аз як шикам аст, на аз як падару модар. تو چی سفسته ها میگویی؟ ман сафсата не, ман гуфтанӣ ҳастам ки модаратон бевафоӣ карда берун аз хоҳиши падаратон нағмаи حرامزاده! حالا ایست من تشنه خون توام. حالا ایست خون تو را میمکم. ایست میگویم. حالا ایست. даводаи беҳуда накунед. доштани ман осон нест. беҳтараш ана ба ин ҷо шинеду асли воқеаро ба ман гӯед. ягон илоҷ мекунем. марҳамат, ана ба ин ҷо. кани асли воқеаро ба ман нақл кунед. шояд ягон илоҷ мекунем. من 3 سال پیش به یک سفر خیلی دور و دراز برآمدم. تمام تنگه و تلاهایم را به یک کوزه کلان انداخته، از بالایش عسل ریخته، دهانش را سخت تکک محکم کردم. برده کوزه را به دستی همان برادرم دادم که تا آمدن من احتیاط کند. دینه کوزه را چپگردان کرده بینم از درونش فقط عسل ریخت. باور میکنید یک دانه تنگه و تیلا هم نریخت. زود به نزد برادرم رفته اصلی واقعه رو به او معلوم ساختم. وای مطلقا منکر. انا امروز به جای آنکه
من به نزد قاضی کلان روم مرا در اینجا پاسبان تعیین کردن. پاسبان؟ چی واقعا روی داد؟ آخر از اینجا این سر مخفی. اگر شما همین تر نزد قاضی کلان روید شاید باور نکنم. آخر شما شاهد ندارید کو؟ عذاب من هم در همین است. شبی دراز میجه ته نکردم. من لاجین را میدانم، من لاجین را میدانم، من لاجین را میداند، من لاجین را میداند، لاجین را میداند، لاجین را میداند. چه؟ برای این 1000 تنگه طلا در کار. باز 1000 باز طلا؟ همین قدر تنگه و طلا هم را 1000 تاش رو زده گرفتی بس نبود؟ طلاهای آن کوزه البته 1000 بودگیستم. نپوس اونجا لک بود. نخو لک صدقه چوم. خیر ایلاجش رو گوی. اول گفتگی هم رو دیگه فریب نمیدی؟ اگر فریب دیهم کو تنگه ها نصیبم نکنم. خیر تو گفتنگیر من تنگه هایم رو حساب کنم. اول شما حساب کنید بعد من میگویم. نه رسا 1000 دانه. لیکن تا نگویی نمیدیم. خیر بیایید یک مصلحت میکنیم. از یک طرف خلطچه من میدارم و از طرف دیگر شما اگر مصلحتم رو معقول دانستید تنگه ها رو به من میدید. ما دور از کوزه اصلی نوریخ یا کهنه؟ از کوزه اصلی تماما نوی همین سال ریخت. پس اصل چند وقت ویران نشدنش ممکن؟ اصلی خوب تا 1 سال نقض ایستادنش ممکن. پس بردی شما و برادرتون اصل رو گرفتن نزد قاضی کلان روید. گمانم قاضی کلان فرق اصل کهنه و نو رو میدانستگیست. وی تمام شیرینی های دنیا را از دیگران بهتر میداند. البته حقت را بگیر. زاری تنه چه بود؟ تا برگشته آمدن من اینجاها رو پاسبانی میکنی. فهمیدی؟ چیش رو؟ این سر مخفی. من زود برمیگردم. سرابایی نمیداند، قرابایی نمیداند. ای ناقص العقل، گویا این سری مخفی رو من نمیدونسته باشم. امکی سعید علی صحبتتان دراز شد. این پول ها رو با ویله زندانیان تقسیم کنید. من دیرتر نزدتون میآیم. بعد همراه با مهمونخانه قرابوی نزد سرابوی جادوگر میرویم. من حیرانم تو از این خسیسا چطور پول میستونی؟ باز کم نه 1000. خیر شما روید. خیر
قربایی نمیداند سربایی نمیداند زمانی پیسلوک میداند زمانی پیسلوک میداند ویلو دین رو میداند ویلو دین رو میداند من شخصی از همه عاقل‌ترین دنیا رو یافتم. با وی صحبت نمودم. وای پیر بود یا جوان؟ وی خیلی عاقل بوده است. این دستور عملی حیات آینده است. گیر و اختیاری تو میسپارم. وای از خصوص این نوشتجات روی گلیم سرناک هیچ چیز نگفت. گفت تمام سیر و اسرار گلیم بالای 3 جمله ساخته شده است. هر یک جمله عبارت از 2 کلمه بوده. آخری آنها با کلمه نیک تمام می شود. خیر این چی معنا دارد؟ من هم عیناً همین سوال رو دادم. این وابسته به عقل و فراست شماست جواب دادن آخر. انا معما حالا در خانه قربای سربای با سحر و جادو اسرار این گلیم رو کشاده نیست. در تمام راه ها پاسبان ها منتظر آمدن تو اند. برای چی؟ به اشتراک تو تلیسم کشاده نمیشده است. چی من باز گریزم؟ باز پنهان شوم؟ برعکس ما باید آشکارا عمل کنیم. چی تو همراه من میروی؟ همراهت نه ولی میروم. تازه به قفا برگشته رو همین که حلیم بای اینجا آمد تو هم بیا. اما طوری رفتار کن که گویا حاضر می آیی هنوز با کسی با نخورده ای. انا حلیم بای می آید. زودتر از اینجا رو. زودتر. قندت از آن زمان که پولم را رویان بیده. از این راه کی ها گذاشتن؟ حالا هیچ کس. شما کی را منتظرید؟ ها این سری مخفیه. خیر من میروم. خیر تو آزاد رفتن گیر. من رفتم. یه روی 4 طرفت قبله کلش زور کار میکرد است. اگر علمی سربای در وی می بود گلیم کی ها به زبان می آمد. حیات می آید. بیا به حضور اومده گیر. اکنون آبروی من در نزد دیگران خیلی بلند می شود. گریزه رو آنها نه بلکه من دست گرفتم. حلیم بای جسور و دلیر. السلام علیکم دخترکی لب شکرکت و علیکم السلام امک جانی. تو همراحت چی ها آوردی؟ با شما چی بازی؟ کنی کفی دستهایت رو به من نشانده؟ مرحمت. انا اکنون از 100 جانت 1 جانتم از دست من خلاص نشود. بگذار همه دانند که تو گریزه خطرناک رو آنها نه. من حلیم بای جسور و دلیر دست گرفتم. دادن داد ملا حلیم بای سرتان را از طبق هیچ یکی بالا بردارید. این دختر منو خیلی عذاب داد. تو او را قبیدم که جانم به حلقم اومد.
چی؟ تز بدهید است اوه خرگوش بریم نه از خرگوش هم تیزتر شما در راه راست به زور قدم میمانید و باز او را قبیدن میگویید. یا توبه او من او رو به اینجا آوردم کو السلام علیکم. السلام علیکم. فرمان دهید دستان او را هم بندند. شنیدید؟ از دستی من یگان کاری ناشایسته نمی آید. مرحمت جادوگریتان را کردن گیرید. من خودم نزدی محکومان بشینم. و من این نمود نه، نمودی دیگر لازم، نمودی که فقط به ما بخت و سعادت میارد، نه به همه، فسق الله و دینتو زمان معما رو حل کردی؟ نه چیکار کردنم رو نمیدونم. از کل شاهدان کسی نماند زنده در جهان. شما زنده؟ حالا زنده. برای چی؟ کی به من خلل میرساند؟ اجنبی ها به تو چی را آموختند؟ یا تو یگان سر را میدانی؟ شاید نگاهی پردهشت. آنها همگی 6 نفرند. همراهتان باز کی بود؟ ما همین قدر بودیم. اینها را یک تا سر برید. از دختر سر کنید. ایستید. شخص ششم منم. تو؟ هل لعنتیه همین بر وقتر میگفتی میمردی ها؟ آنها همگی 6 نفرند. آنها همگی 6 نفرند. از نظریه به عملیه. از شاهدان گیم هیندوری نک. زمان گفتاری نک. زمان کیرداری نک.
فرزندانم، چون باری زندگی بر دوش شماست، پس این زمین و زمان به شما تعلق دارد. نبود بودگار بود، پلک نبود شدگار بود، ده در این کوسار بود، گلشن بود و گلزار بود، در آن دهی پرفسون افسانه ها بسیار بود، یکی بود و بدی بود، گه نور بود گه نار بود، در آن دهی پرفسون افسانه ها بسیار بود، یکی بود و بدی بود، گه نور بود گه نار بود. بگذشت آن و معامله، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. بگذشت آن و معامله، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. خود نبود برده ها بود، جبر بود و جزا بود، شب بود و روزی روشن، ظلمت بود و ضیا بود، گهی نبود و گه مهر، غارت بود و سخا بود، در هر دور و هر زمان شاه بود و گدا بود، در هر دور و هر زمان شاه بود و گدا بود، در هر دور و هر زمان شاه بود و گدا بود. بگذشت آن و مانده، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. بگذشت آن و مانده، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. دست بر خاک سیاه، دست روی طلا بود، اندر دل آدما شیطان بود و خدا بود، در دست یک سلاح دیگر بر دعا بود، هر یک غم و شادی را اول و انتها بود، هر یک غم و شادی را اول و انتها بود، هر یک غم و شادی را اول و انتها بود. بگذشت آن و مانده، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. بگذشت آن و مانده، گفتاری نک، رفتاری نک، پنداری نک. بگذشت آن و مانده،